فریاد زدی زن زندگی در پی آزادی شدی. بعد من به پندار گفتم ببین این آهنگ یه هارت بیته، یه قلبی که داره میزنه. خیلی خوب. و گفتم که باید بهش یک درام اضافه کنیم. بعد یه دفعه من به ذهنم رسید گفتم ببین چی میشه که از شاهزاده عزیز بپرسیم بیاد آهنگ بزنه برامون، بیاد درام و سماس بزنه. خب من اولش حوزه او مای گاد بعد چی کار کنم، بگم به شاهزاده بگم، به مرجان صحبت کردم گفتم بگیم به شاهزاده یا نگیم. بعد یه جمعی با هم داشتیم و اینا گفتم که شاهزاده جان اجازه هست بپرسم اگه میشه شما این آهنگ برای ما بیاین درامشو بزنین. بعد خوشبختانه قبول کردن. اگه نمیپرسیدین ناراحت میشم از دست. این ضربه‌ای که میزنه شما با درامتون زدین این همیشه به نظر من این میمونه واسه ما، تو دل ما میمونه.